ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори дуюмро аз рӯи достони нависанда Шеракӣ Ориён ишқи осону мушкил дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. Шеракӣ Ориён. ишқи осону мушкил. ишқномаи Саттор Баҳман. духтарак сиёҳнависи ҳикояҳои навбатӣ маро мебурд ки дар хонаашон шабона ё рӯзҳои таътил ба шакли чоп бигардонад. падари вай шояд намепурсид чиро чоп мекунад духтар. шояд барои падар муҳимаш ҳамин буд ки фарзандаш машғулият дорад, ба фикрҳои беҳуда овора нест, барои дар кӯчаҳои шаҳристон саланг гаштан вақташ намерасад. духтарак ҳикоя ва қиссаҳои маро чопнавис карда меоварду аз қиёфаи вай дар меёфтам кадомаш бештар мақбулаш фитода. ҳамонро мебурдам ба маҷаллаву рӯзнома ки дери нагузашта дар саҳифаҳои онҳо ҷой дода мешуд. ҳар қадар ба эҷоди қиссаву ҳикоя ҷиддитар пардозам, хатам бештар пурпеч ва пургиреҳ мегардид. зеро шитобон аз пайи мавзӯю мундариҷа рафта ба навишти дурусти ҳарфу имло кам аҳамият медодам. шитобам аз он буд ки чизи дар сарам шакл гирифтаро таровату тозагиаш гум нагашта рехта битвонам рӯи авроқ. ба замми ин дар поварақ, боловарақ, дар ҳошия ва ҳатто паси саҳфа иловаю ихтисор пайдо мешуд. таҳрири дуввуму севум низ болои ин сиёҳнавис анҷом мегирифт. яъне хатзадаву сиёҳ карда зиёд мегашт. иловаҳо ҳамчунин. дар натиҷа як чиз ба вуҷуд меомад ки худам баъзан сарҳисобашро намеёфтам. ҳамчунин намедонистам баъзе ҷумла аз куҷо шурӯъ гардида куҷо ба итмом расида. вале духтараки чопгар ки Муборак ном дошт, сару калобаи гумкардаҳои маро дар меёфт. каҷхатҳои маро ба ростхата бадал дода метавонист. яъне сиёҳнависҳои маро покнавис мекард. барои ба дасти ман расондани онҳо меомад рӯзҳои фароғат, яъне шанбе ё якшанбе иҷорахона. зеро мехостам биёяд, балки бо баҳонаи расонидани дастнависҳо меомад. рӯи кати сафарӣ که اصلاً برای یک کس بود ما دو کس غنجیده می توانستیم. این ایامی بود که مجله و روزنامه حکایه و قصه مرا یکی دنبال دیگر به نشر می رسانیدند. این قصه و حکایه ها بعدی چاپ شدن هواداران پیدا می کرد. توجه منقدان ادبیات را به خود می کشید. دایره بلند رفتن مهارت ادبی من اینجا و آنجا بحث و گفتگو به میان می آمد. شاید همین بود که روزی مرا به یکی از مجله های بانفوذ ادبی به کار دعوت نمودند. این معنا داشت ایجادیات من بیشتر اعتراف گردیدند. خلاص اداره صدا جای کار من نبود دیگر. یعنی هر روز واخوردن نمی توانستم با چاپگری آشنا که کارمندی آنجا مانده. فقط وامی خوردیم روزهایی که چیزی نوشته به اتمام رسانیده بیتوانم. تلفن می کردم که بیاید و سیاه نویسی مرا ببرد. یعنی برای تازه نویس و چاپ نویس نمودن. و چون این هم میکرد. وقتی آمد و رفتش
در اجاره خانه من روی کت سفری که اصلا برای یک نفر بوده، ما دو کس تنی تنها، ما دو کس تنی خود را به همدیگر پخش می کردیم. در این حال تشویش های دنیا را، خستگی فزوده خود را فراموش می ساختیم. کمپیر صاحب خانه یعنی راحله که عمرش در شهر گذشته از آمد و رفت دخترک تعجب نمی کرد. برای وارد شدن به خانه کوچکی گوشه حولیش که اجاره خانه من بود مانع نمی گشت. ما هم جوان بودیم. می گفت بعضن چون تنها بمانیم و با این از حالت ناهنجار و خجالت بیرون کشیدن می خواست مرا. دختر چاپگر در اجاره خانه کوچک من بیشتر می ماند و ما پرده های روزنچه یگانه را فراورده در خلوتگه آرام و نیمتیره با هم چسبیده لذت و راحت می برداشتیم. اجاره خانه غیر یک کت که از 2 متر متای برزنتی و چند آهنک و پروژینه ها به هم آمده و غیر کتاب های بالای هم چیده که مطالعه می کردم و میزی دست ساز و کرسیچه دیگر کالا نداشت. ولی ما خود را چنان تصور می کردیم که گویا در قصر پرحشمت و باغناوت باشیم. آخر کاشانه محبت نهانی ما بود همینجا، بلکه از محبت پرحشم و باغناوت میتافت کلبچه. اندرونی چنین کاشانه چیزی غیر عادی که از جانب دختری ساده کم سخن ولی صمیمی و پرمحبت اظهار میشد همین بود که میخواست آینده برای من پسر به دنیا بیاورد. عجیبش که 3 پسر به دنیا آوردنی بود. این شمار فرزندان برای چی به وی ضرور بود خودش هم نمیدانست، یا میدانست و برای من شرح نمیداد. من هم در این باره سوال نمی کردم. دختری چاپگر میخواست پسرهایی برای من آورده وی در تن و اندام و همه جهت دیگر شباهت داشته باشند به من. برای چی به خودش نیو و محض به من مانند باشند شرح نمیداد. شاید برای آن که به نظرش منی قلمکش بی همتا و ناتکرار میتافته. بلکه همینش یقین و مسلم بود که این دختر برای عائله، بهر فروزان داشتن چراغ خاندان، برای فرزندان آفریده شده. خلاص یک دنیای ساده‌ای پر محبت و مهربان بود. این همه را نثار کردن میخواست برای خاندان مرد و برای بخت و اقبال آن. در سفید نویس کردن سیاه نویس های من نیز یک مرام فداکاری و نثارگری ظاهر می نمود. از طرف دیگر امثال بانوانی نبود که معما بر این باشد و برای دریافت کردنی سررشته پیچیده او عذاب و شکنجه بکشی یا بعد دریافت نمودن آن خطری گم شدنش از نو به میان بیاید. خلاص دخترک چیزی پیچیده نداشت که خواهی نخواهی دایری آن به اندیشه پرچگیل بیروی یا رنج بکشی. رودابه حیات من که در آن دخترک ساده دیلی به معما نقش داشت همین طور به جریان مقرری خودش روانه بود. گمان می کردم حیات من بعدم نیز از میان این ساحل‌های شکل گرفته بیرون نرود. چیزی هم نیست که آن را به سمت دیگر بکشد. یگانه تغییرات همین بود که نوشته های من با طرز مجموع به شکل کتاب به نشر رسیدند. از نشر نخستین اثر از من دیده بیشتر سرور و نشاط ظاهر می کرد این دخترک پرمحبت. همین طور می گذشته روز و هفته و ماه و عمر نوجوانی، روز و هفته های مالامال از محبت 2 نفر. ولی دنیا گردش ها داشته
و بر رودخانه‌ای که آبش به مجرای مقرر جاری باشد بعضاً آبهای علاوه می ریخته، رودی بالا خیسته را از ساحلش می برآورده به مجرای دیگر و میان ساحل‌های بیگانه هم می کشیده که درباره‌اش پیشکی تصور نداشته ای. دریای زندگی من نیز ناگه از ساحل رودخانه‌اش بیرون آمد، به سمت و میل دیگر حرکت بکرد. این آبخیزی نوبتی چنان ساده و عادی به عمل آمد که مناسبت ما با دختر چاپگر چنین ساده و عادی شکل و رنگ گرفته. یعنی واقعیت چنین بود: از روی فرموده اداره مجله که ایفای وظیفه داشتم، مرا به منطقه دوردست کشور به سفر ایجادی فرستادند. برای بیشتر آموختن حیات ثبت شده بود در حجتها و تأکید گشته آموزش حیات که برای ایجاد قویتر نویسنده تکان بخشیده بتواند. همچنین تفتیش چند مکتوب شکایتی از اون منطقه به اداره مجله رسیده را سپاریده بودند به من، بلکه آنجا واخوردن من ممکن بگردد با جوان دختر دیگر. یقینترش این ملاقات از تقاضای وظیفه بود. بانو در اداره اساسی منطقه ایفای وظیفه داشت که تفتیش مکتوب‌های شکایتی با خود آوردم به آن جاها نیز وابسته بودند. از این اداره دختر را به من برای آن وابسته کرده که در محل ناشناس از جای به جای دیگر ببرد تا تفتیش مکتوب‌ها را انجام داده توانم. به این وسیله همچنین بیشتر غوطه بزنم به عمق حیات که شاید برای رونق ایجاد من بعدم سازگار بشود. در چند روز اینجا بودنم، بانوی راهبلد به مهمانخانه کوچک محل به حجره‌ای که میزیستم می آمد. یعنی صبح دم می آمد و می رویم می گفت و بیگاه تا دمی دری مهمانسرا می رساند اکنون به حضور دم بگیرید گفته تمنا می نمود. با همین اثبات کردنی می شد وظیفه نزدش گذاشته را بی کم و کاست به اجرا رسانده. یا شاید کلانهای منطقه تأکیدش نموده که چنین بکند. این بیگاه به وی اظهار داشتم روزی دیگر می تواند به حضور از پی کارهای دیگرش شود. حیران جانبم نگریست و من وارد گردیدم مهمانسرا، زیرا روزی دیگر عزم بازگشت داشتم جانب پایتخت دور مانده. اینک به فرودگاهی کوچک محل رسیده بودم. چیپته خریدم برای سمالیات کوچک که منطقه کنار را می پیوست با عالم کبیر، یقینترش با پایتخت کشور. آواز به گوشم برسید بناگاه: مرا آگاه نکرده گریختنی شدید؟ یک رویه گشته دیدم دختری راهبلد را. عذرخواهانه تبسم کردم و دخترک بیفزود: مرا وظیفه دار کرده بودند شما را گسیل هم کنم، اما شما خبر نداده رفتن خواستید. اکنون مظلم بودم که چی پاسخ بگویم. اگر شما را اینجا نمی یافتم می رفتم از دنبالتان پایتخت. تا پایتخت؟ خندیدم، زیرا گفته ای ورا شوخی ملیح بیانگاشتم. گمان کردید رفتن نمی توانستم؟ می گویند که دل بکشد پای برود. دخترک شیرین خندیده بود، زیرا می خواستم بدانم چه گناه کردم که خیرباد نگفته رفتنی شدید، یا چی نارسایی دیدید از محل ما. تو شوخی را نقص می بینی؟ به خیالم اگر شوخی می بود شما را کافته می آمدم تا این فرودگاه. باری نخست با چشم دیگر سینچه کردم به بانو. دریافتم ورا پر نزاکت، ملاحت بار. شاید این باعث شده که سری جوش جوانی اظهار داشته بودم. اگر این را می دانستم مثلا یک روز دیگر می ماندم اینجا.
یعنی معنی داشت برای تو شده میماندم. این هم شوخی؟ سوال داده بود بانو. اندرونی هر شوخی حقیقت هم باشد. برای اثبات همین چیپته تیار را بازگشت سپاریدم خزینه فرودگاه و برای روزی دیگر چیپته خریدم. من به اختیار تو اظهار داشتم برای دختر هر دو دستم را برداشته، بلکه برمی گردیم مهمان خانه. در مهمانسرا اتاق سابقه را داده بودند برای من، ولی اکنون تنها نبودم. بانو بود هماغوشم. عشق ورزی ما تا روزی دیگر، یعنی تا 1 ساعت مقدم از پرواز ادامه بیافت. بلکه تاکسی اکنون با سرعت می رفت جانب فرودگاه که از دم پرواز طیاره دیر نمانم. بانو که پهلویم نشسته بود رضامند و بالیده می تافت. با چنین خوشحالی گسل بکند مرا. در حالت ذوق خاص که بیشتر از مردان سر بزند، نشانه زیست خودم را یعنی سراغه عاریت خانه را ثبت کرده داده بودم برای بانو. سپس با طیاره کوچک اندو که منطقه را با عالمی کبیر می پیوست نشستم و دیری نگذشته خسته حال پینک رفتم. آخر شبی دراز نخوابیده بودم. از این باعث سراغ پرسی و هر چیزی دیگری در قفا مانده را، حتی اون بانو را که در آغوشم عشق ورزی شدید داشت، از یاد می برآوردم. شما این شب را اندرون سمالیات ما روز کردنی نیستید؟ شوخی سرنشین طیاره مرا بیرون آورده بود از آغوش خوابگران. خلاص دریافته بودم به پایتخت رسیده ایم. پایتختی که دختری دیگری داشت، یعنی بانوی چاپگر. البته به فرودگاه نآمده بود دختری چاپگر. نآمده به استقبال من، زیرا وقتی به فرودگاه رسیدنی مرا نمی دانست، وگر می دانست هم در این بی وقتی از نزد پدری سال خورده آمدن نمی توانست. پدر را خواطر کنانیدن عادتی وی نبود، ولی یقین در یکی از حجره های عمارت های عظیم شهرستان که چراغانش فروزان مانده، شاید دختر پسی چاپ ماشین نشسته، سیاه نویس های کج و کلیب و پرپیچ و نامفهومی مرا تازه نویس و راست نویس و پاک نویس می کند که مقدم از سفری دور به وی سپاریده بودم. سیاه نویس های مرا سفید نویس کردنش معنایی داشته که منتظرم باشد، یعنی برای آن تازه نویس و راست نویس می کند که آنها را بهانه کرده بعد واخورده تواند با من و اظهار بدارد آمدنها بخیر. نویسنده ستار بهمن. در حقیقت واخوری ما برگزار گردیده بود روزی دیگر که از تلفن کوچه بازگشت خود را معلومش کردم. برای همین به اجاره خانه من بیامد. مشتاقش شده بودم و به آغوش کشیدمش. گویا نبود بوسه باران کردنی بانوی دیگر در مضافات دور. بانوی چاپگر درکتی سفرکی که اصلاً برای یک ساخته شده به من سخت چسبیده، یعنی پزمان گردیده بود. بسته وی بانوی دیگر که در مهمانخانه منطقه دوردست همخوابش بودم فراموش می کردم. شاید از باعثی که مناسبت من با بانوی دور بازی دلخوش کننده و گذرنده بود و گمان می کردم از حیات من غیب زده است، یعنی امثال شهابی، ستاره پرانی گذرنده و رونده.
اما ماه بعد غیر انتظار من شب دری عاریت خانم تق تق بشد و چون کشادم با دیده خود باور نکردم. پسی آستانه می ایستاد بانوی دیگر، بلکه همانی که در میهمان خانه منطقه دور با وی هم خوابگی داشتم. حیران ماندم در این شب چطور پیدا گشته، چطور اجاره خانه مرا دریافته. زیرا از یادم برآمده که در فرودگاه منطقه کنار سری ذوق جوانی سراغه و نشانه عاریت خانه خودم را نوشته به وی داده بودم. حالا از در نیمراغ عاریت خانه که پس آن جوان دخت دیار دور می ایستاد چشم کندن نمی توانستم و از حیرت و تعجب دهانم وامانده. شاید درایم آواز وی آمده بود. نهایت مهمان ناخوانده بر این من همتونه؟ چرا دمی آستانه دیگر ایستادن نتوانسته بودم؟ یکیانه گردیدم. میلی به درون در آمدن ظاهر بکرد جوان دخت. بعد فهمانده بود سرداری اداره که آنجا ادای وظیفه داشته برای اجرای کدام کار فرستاده است و را جانب پایتخت، یعنی به سفر خدمتی روانه کرده. اصلا من خودم سخت میل آمدن نشان دادم، زیرا میخواستم ببینم به این واسطه شما را. شخ شده می ایستادم. هرچند از مردی نبود، بانویی که به منزلی تو تشریف آورده است نه برو بگویی، خاصه در این نیمه شب. آخر زمانهایی بود که میهمانخانه های کمشمار پایتخت جای خالی نداشت، خاصتا شبانه. ولی در اجاره خانه من یک کت بود و آن هم باریکی سفرکی که فقط برای خوابیدن نفر موافق. از این باعث گذشت کردم تا مهمان بالای کتی یگانه بخوابد و من در کرسی دست ساز نشسته شب را پس کتاب به روز رسانم یا کوششی چیز انشا نمودن ظاهر بسازم. اگر شما نخوابید من هم خوابیده نتوانم. پیش راست زده بود بانم. لیک کجا خوابیدن ممکن بود غیری کتی یک کسی سفرکی که در آن یازیده است بانو. جنس مرد و زن گر روی یک کت باشن چطور به هم پشت گردانیده بتوانند، خاصه در کتی باریکی تن که دو کس را جفس می دارد. نفسی پر احساس بانوی با نزاکت را احساس می کردم. از نزدیک لبی وی می ایستاد پیش لبم. دیگر نتوانسته بودم و رسانیدم نهایت لبم را به لبانی کرچ سیبش، یا شاید لبی آن بانو رسیده بود به لبان من. بی خود شدم، چنان که هر مرد بی خود بگردد در آغوش جنس لطیف. 2 روز بعد بگاهی گسل کردم بانو را جانب منطقه کنار. گسل کردم از فرودگاه پایتخت. حتی گفته بودم دفعه دیگر نیز به پایتخت بیاید مرا ندیده نرود. شاید از سری عالی همتی مردی چنین گفته بودم از نو. بعد پرواز گرفته رفتن طیاره که بانوی قشنگ را برد از دل گذراندم. ملاقات دیگری من با این جوان زن و 2 شب دیگری همخوابگی با وی تصادفی دیگر بوده، تصادفی که گذشته رفته و تکرار نشود. از این موجب دختری چاپگر را که نوشته کجا کلیبی مرا راست نویس، سیاه نویس های مرا پاک نویس کرده و اجاره خانه آورده بود، روی کتی سفرکی پخش کردم. روی کتی که جوان بانوی دیگر را شبی گذشته می داشتم زیر تن.
شاید هنوز بوی گیسوان اتراگینی آن بانوی طناز مضافات مانده بود اینجا. ولی دختری چاپگر شهری که مشک و عنبر یا عطر و غازه استفاده نمی برد شاید این را احساس نکرده یا شاید از روی خصلتی پربردار بودنش آشکار نساخته. فقط به چشمان بانوی چاپگر راست نیگریستن نمی توانستم. بانوی چاپگر باشد شاید گمان می کرد از روی تقاضای کسب ایجادگری در عالم تیمثال و حکایه های نانوشته خود غوطه‌ور گردیدم. پرسکوت بود. من نیز حرف گفتن نمی توانستم، هرچند به آغوش وی عمیق‌تر می غوطیدم. بعد گذشت مدت‌های زیاد بانوی مضافات پیدا گردیده بود از نو. مثل اوله ناگهان و یک باره پیدا شده شبانم. سملیات 1-2 ساعت پیش رسان مرا پایتخت. اظهار نمود وی. این معنی داشت در کتی سفرکی اجارهخانه من بروز رساند شب را. چه خیل من در رخت خواب باشم و شما روی گلیم قاق، اظهار کرده بود وی. این معنی داشت آغوش به آغوش باشیم، پیوندی و وصل به میان بیاید از نو. شما گفتاری دویم رو از روی داستان نویسنده شیرکی آریان عشق آسان و مشکل در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.